مذاکرات در وین پایتخت اتریش در فضایی پر از امید و تنش آغاز شده بود. دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر برجسته حزب دموکرات کردستان، با لبخندی آرام اما مصمم در کنار همکارانش بر سر میز نشسته بود. هدف یافتن راهی برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری و تبعیض علیه مردم کرد بود. اما سایه شوم ترور بی آنکه کسی بداند بر سر این مذاکرات سنگینی می‌کرد. ناگهان صدای گلوله‌ها سکوت را در هم شکست. وحشت و آشوب همه جا را فرا گرفت. دکتر قاسملو و 2 تن از همراهانش هدف گلوله‌هایی قرار گرفتند که از سوی افرادی شلیک شد که خود را دیپلمات معرفی کرده بودند. ترور دولتی دکتر قاسملو ضربه‌ای سهمگین بر پیکر جنبش ملی کرد و یادآور جنایات بیشمار جمهوری اسلامی ایران بود. این اقدام وحشیانه نه تنها رهبری برجسته کرد را از مردمش گرفت، بلکه اوج استیصال و درماندگی رژیم ایران را در برابر قدرت جنبش دموکراتیک مردم کردستان آشکار ساخت. رژیمی که توان رویارویی منطقی و سیاسی با خواسته‌های برحق مردم را نداشت، به ترور و خشونت متوسل شد. اما تاریخ نشان داده است که ترور رهبران هرگز راه حل نبوده است. خون دکتر قاسملو شعله مقاومت را در دل مردم کردستان فروزان‌تر کرد. یاد و خاطره او نه تنها از حافظه جمعی مردم کرد پاک نشد، بلکه به نمادی از مبارزه برای آزادی و عدالت تبدیل گشت. خانواده دکتر قاسملو، حزب دموکرات کردستان و تمامی آزادیخواهان هرگز این جنایت را فراموش نکردند. سالها گذشت، اما پیگیری عدالت برای این ترور همچنان ادامه یافت. پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی گشوده شد و تلاش‌ها برای افشای عاملان و آمران این جنایت ادامه یافت. در نهایت، پس از سالها تلاش بیوقفه، مدارک و شواهدی به دست آمد که دست داشتن مستقیم عوامل جمهوری اسلامی ایران در این ترور را اثبات می‌کرد. دادگاه‌ها در کشورهای مختلف احکامی را صادر کردند که مسئولیت این ترور را متوجه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران دانست. اگرچه اجرای کامل عدالت و مجازات عاملان اصلی همچنان با موانعی روبرو بود، اما افشای حقیقت و محکومیت بین‌المللی رژیم ایران گامی مهم در جهت روشن شدن یکی از تاریک‌ترین صفحات تاریخ معاصر بود. ترور دکتر قاسملو درسی تلخ از تاریخ شد. درسی درباره اینکه چگونه یک رژیم سرکوبگر برای حفظ قدرت خود دست به فجیع‌ترین جنایات می‌زند. اما همچنین درسی شد درباره قدرت مقاومت، اراده مردم برای آزادی و اینکه خون شهدا هرگز پایمال نخواهد شد و راهشان ادامه خواهد یافت. یاد دکتر قاسملو در قلب مبارزان راه آزادی برای همیشه زنده ماند و الهام بخش نسل‌های آینده در مبارزه برای کردستانی آزاد و دموکراتیک شد.